عبدالله غربتی روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک در مرافعه نخستین دادگاه دعوای سه مأمور ملیسا را رد کرده است. کارمندان شعبه امور داخلی نویه شامنصور روز 21 سپتامبر شاهدی دادند که غربتی به آنها حمله کرد و تحقیر نمود. به سبب بسته بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. معلوم نیست که مأموران ملیسا برای اثبات دعوای خود به دادرس چه دلیلی دادند. دادرس بیروز شفا از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف بعد مرافعت تنها همین را گفت که عبدالله غربتی دعوای مأموران ملیسا را نپذیرفت. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی که در یک قسمت مرافعه اشتراک داشت میگوید رویه عبدالله غربتی خوب بود ولی کمی لاغر شده است. به مرافعه نخستین عبدالله غربتی که در بنای بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته گذشت بجز از همسرش خویشاوندان دیگر خبرنگار را راه ندادند. گلنوره شریف و مادر عبدالله غربتی به امید دیدن پسرش به نزد بازداشتگاه موقتی آمده بود. او گفت به دلیل آنکه نامش در روی خط شاهدان نیست به تالار مرافعه راه ندادند. گفت امروز تنها شاهدان را میپرسند. به تنتنه عدالت باوری دارم، افزود شریفووا. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به روز دیگر ماند اما صحنه دقیقش را نگفت. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت و به تأخیر نماینده حاکمیت، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمانبر شد. منابع باوری بخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی نیز همه این اتهامات را رد کرده است. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 4 ماه آخر بی اساس نامیده آزادی آنها را طلب می‌کند. مقامات هنوز به این دعوت‌ها پاسخ ندادند ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر دانستند. یکی از آنها محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت در آغاز ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شد.